امروز در افغانستان مردم اشتراک کردند در انتخابات ریاست جمهوری. در 2009 در انتخابات تنها 30% مردم رای دادند. مگر در این انتخابات معلوم میشه که بیش از 50% مردم به کاندیدای مختلف رای دادند. امنیت امروز در کابل خیلی خوب بود و طالبان کدام حمله نکرد. مگر در ولایت‌های دیگر دور از کابل، مخصوصا در شرق افغانستان، طالبان چندین حمله کردند، مخصوصا در ولایت لوگر که 2 نفر کشته شد و چندین نفر زخمی شد. و پلیس در چندین ولایت مردم دستگیر کردند، از خاطر تقلب کردند و این مردم دستگیر کردند در ولایت‌های قندار و وردک و خوست. مردم از انتخابات بسیار راضی بودند امروز و گفتند که این به ما بسیار یک برد کلان است.